20 قانون طلایی برای احترام به خود. اگر میخواید این 20 قانون را بفهمید تا آخر نوار را تماشا کنید. قانون اول: اگر فکر میکنی کاری که انجام داده ایستاده اشتباه است، انجامش نده. قانون دوم: در صحبت ها همیشه دقیقاً همان چیزی را بگو که منتظرت است. قانون سوم: هیچ وقت طور زندگی نکن که تلاش کنی همه را از خودت راضی نگه داری. هیچ وقت. این کار امکان پذیر نیست. قانون چهارم: تلاش کن هر روز بیاموزی، یاد بگیری و از یاد گرفته‌ات بر نداری. یعنی دست از آموزش هیچ وقت بر ندار. قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت حرف بد نزن. قانون ششم: هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهایت بر ندار. قانون هفتم: سعی کن با آسانی نگفته توانی، از نگفتن نترس. قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس. قانون نهم: با خودت مهربان باش. قانون دهم: اگر نمی توانی چیزی را کنترل کنی، به حال خودش بگذارش. قانون 11: سعی کن از اتفاقها و حالتهای منفی دوری کنی. قانون 12: برای رضایت دیگران کاری را انجام نده که دوست نمی داری. قانون 13: تلاش کن ببخشی اما فراموش نکن. قانون 14: در هیچ حالت سطح خودت را به اندازه طرف مقابلت پایین نیار. قانون 15: حرفی را که نمیپسندی بیان نکن. قانون 16: به کسانی لطف کن که لیاقتش را داشته باشند، لطفی تو را وظیفت ندانند و سپاسگزار باشند. قانون 17: با کسی که از حضورش خوشت نمی آید همان لحظه همنشینی را قطع کن، دیگر همنشین نشو. قانون 18: فراموش نکن در یاد دادن بخشنده باش. هر نفر میخواد از چیز بیاموزد او را راهنما باش. قانون 19: از کسی ناراحت هستی برایش بگو، ناراحتیت را بگو، برای چی ناراحتی و از چه دلگیری آن را بگو. و نهایت قانون 20 عزیزان این که عاشقانه زندگی کنید، زیرا عشق است که امید به زندگی را زیباتر میکند. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.